وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. استاد سلیمانی عزیز، من میخوام به یک موضوع دیگه اگر شما بپردازین، او این است که قسمی که ما گفتیم مشرکین قریش در باب توحید ربوبیت یا خالق بودن الله، مالک بودن الله هیچ مشکلی نداشتن، باور داشتن. البته مشکلشان در عبادات بوده که نوعی از عبادات را برای غیر الله صرف میکردن. امروز تعدادی از مسلمان ها را ما داریم، آنها هم مثل مشرکین قریش در باب ربوبیت البته مشکل ندارن، خداوند را خالق و مالک و رازق همه اینها قبول دارن. در باب عبادات آنها هم کمی میلنگن. لنگیدن آنها به این شکل است که مشرکین قریش تعداد از عبادات را برای غیر الله صرف میکردن، اما تعداد از مسلمان های امروزی در باب عبادات اصلا غافلن، یعنی هیچ عبادتی نمیکنن مثلا، یا میکنن هم بسیار ناچیز. بزرگترین عبادات که نماز هست، در نماز مثلا تساهل دارن، کسالت دارن، تنبلی دارن. در روزه بچه مسلمان های زیادی روزه نمیگیرن. زکات خو الا ماشاءالله بسیار کمی از اغنیای ما میپردازن، او را به عنوان یک عبادت انجام میتن. تعداد زیادی زکات نمیدهن. اینجا یک مقارنی کوتاه اگر میان مشرکین قریش بکنید که آنها عبادتشان مخلوط با شرک بود، پیامبری به سویشان فرستاده میشه، پیامبر دعوتشان میده، در صورت نپذیرفتن با آنها جهاد میکنه، اما اینجا مسلمان ها یا مسلمان نماهایی که اصلا به عبادت نمیپردازن، مشکل اینها چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونگونه که شما اشاره فرمودید، ما وقتی که در باب اطاعت از الله متعال و در باب دین داریم میایم و بررسی میکنیم، با چند گروه ما برخورد میکنیم. دقیقاً. گروهی هستند که خود اصل قضیه رو قبول دارند و وجود الله متعال رو قبول دارند. اونایی که قبول ندارن که ما با اون اصلا بحثی نداریم. دقیقاً. و بحث ما بیشتر روی کسانی هست که ما چون صحبت از ایمان میکنیم و برنامه ما مستمع به ایمان هست، اون کسانی که میگن ایمان داریم، ما به این گروه داریم صحبت میکنیم. در باب ایمان به الله متعال هم همونگونه که ما در برنامه‌های گذشته هم به استناد آیات کلام الله مجید اشاره کردیم، الله متعال میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و این آیه 106 سوره مبارکه یوسف رو ما بارها و بارها تکرار کردیم که الله متعال میفرماد یک عده ایمان به الله تعالی دارن و شرک هم دارن. اینها همون کسانی بودن که ما از مخاطبین رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها اشاره کردیم که ابو جهل و ابو لهب اینها الله متعال رو قبول داشتن، یعنی به وجود الله متعال معترف بودن. نه تنها به وجود الله متعال معترف بودن که خالق بودن الله متعال و رازق بودن الله متعال و مدیر و مدبر بودن الله متعال در عالم و متصرف در امور عالم و اینکه زنده میکنه و میرانه و میمیرانه و عزت میده و ذلت میده، همینها رو بنا به آیات کلام الله مجید الله متعال میفهمد اینها قبول داشتن. چون در این باب فرمود اگر از اونها بپرسید در همه این موارد در آیات مختلف، فرمود جواب چی هست؟ پس یقولون الله، لا یقولون الله، با تعابیر مختلف خواهند گفت الله تعالی. حالا اینها در عبادت مشکل داشتن که حالا بهش ما به تفصیل بیشتری میپردازیم. یک گروه دیگه هستن که اینها قبول دارن، بله، اینها هم قبول دارن، یعنی دقیقاً اونچه که ابو جهل ابو لهب داشت اینها هم قبول دارن، اما چیکار میکنن؟ اینها عبادت اصلا عبادت نمیکنن، قبول دارن اما عبادت نمیکنن. اونها قبول داشتن عبادت میکردن، عبادتی همراه با شرک. بله. اینا اصلا عبادتی نمیکنند، حالا اصلا چه با شرک چه بدون شرک اصلا عبادت نمیکنن. این افراد اگر کسی اصلا عبادت نکنه، فقط اعتراف بکنه، خب اون که حداقل نیم عبادتی داشت. بله. اونی که حالا ابو جهل و ابو لهب یک نیم عبادتی که داشت، این که اصلا هیچی نداره. خب ما چطور میتونیم بگیم که این وضعش از اون بهتره؟ این که اصلا عبادت نمیکنه. یکی که اصلا عبادت نمیکنه، نمیدونه نماز چی هست، نمیدونه روزه چی هست، نمیدونه زکات چی هست، فقط میگه خدا هست. خب اینو که شیطان هم گفت،
ایمان اینها رو ما میتونیم به ابلیس تشبیه کنیم. نه، ایمان اینها مثل ابلیس. این افراد ایمانشون ایمان ابلیسیه. یه عده ایمان ابلیسی دارن، یه عده ایمان ابو جهلی دارن، یه عده ایمان محمدی دارن صلی الله علیه و سلم. این ابلیسی چیه؟ ایمان ابلیسی این اعتراف به الله تعالی داره، اعتراف به عزت الله متعال داره، اعتراف به روز قیامت داره. اینا رو همه رو شیطان اعتراف کرده که در قرآن میفهمد، گفت قال فبعزتک، یعنی قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، خدای من، ای خالق من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، شما منو خلق کردی. به خالقیت الله متعال، به ربوبیت الله متعال، به عزت الله متعال همه اعتراف داره، به موضوع روز قیامت هم اعتراف داره. اما چرا لعنت شد؟ لعنه الله، چرا الله متعال لعنتش کرد؟ نه بله. و فرمود ما ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. چرا رانده شد؟ چون حاضر نشد که عبادت بکنه در آنچه که الله متعال بهش امر کرده بود. قبل از اون هم عبادت میکرد. اصلا چرا ما میبینیم که اسم ابلیس در کنار ملائکه همیشه ذکر میشه که الله متعال میفرماد و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی که ما گفتیم به آدم سجده کنید فسجدوا الا ابلیس. در آیات مختلف چندین بار تکرار میشه در قرآن کریم. الا ابلیس، مگه ابلیس از ملائکه بود که اصلا در این استثناء داخل میشه؟ از ملائکه نبود اصلا. چون الله متعال میگه به ملائکه گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن بجز ابلیس. این استثناء ابلیس از جمع ملائکه در حالی که جزئی از ملائکه نبود. چرا؟ چون گرچه جزئی از ملائکه نبود، کان من الجن، الله متعال میفرماد این از جنیات بود. نور، ملائکه از نور آفریده شدن، ابلیس از آتش آفریده شده و جن از آتشن. اینها اصلا از هم جنس هم نبودن. اما به خاطر عبادت‌های فراوانی که کرده بود ابلیس، به خاطر عبادت‌های فراوانی که کرده بود، به درجه ملائکه و همشأن و همتراز ملائکه رسیده بود و در جمع ملائکه رو پیدا کرده بود. این دلیلش بود که در صف ملائکه می‌بینیمش و همیشه الله متعال استثناء میکنه که ما به ملائکه امر کردم من الله با عظمت که آدم رو سجده کنین، همه سجده کردن به جز ابلیس. این استثناء به این خاطر که اون در جمع ملائکه بود، در درجه و مقام ملائکه بود. اما با این وجود چون تمرد کرد از عبادت الله متعال، از یک عبادت، یک عبادتی که این عبادت رو، این تمرد، ریشه این تمرد خیلی مهمه. این گناهی که ابلیس کرد چی بود؟ تکبر. الان این تکبر وقتی که در هر بنده بیاد میشه ابلیس. چرا نماز نمیخونی؟ بعضیا یک جایی ادعا میکن من افتخار من اینه که سر جلوی هیچ کسی خم نکردم و سر به زمین جلوی هیچ کسی نگذاشتم، حتی اون کسی که شما بهش میگید الله. خب این ابلیس کلا دیگه اصلا با این کاری نداره. این خودش یک ابلیس دوم است، یک ابلیس دو پاست. ابلیس اصلا شاید بیاد از این درس بگیره که من چیکار بکنم، تو به نظر تو مشورت بگیره با این آدم. این آدمایی مثل این تکبر، چرا روزه میگیری؟ من واسه چی روزه بگیرم؟ اصلا نیازی ندارم به روزه بگیرم. قرآن بخون. چرا قرآن نمیخونین؟ چرا دین پیروی نمیکنی؟ من قرآن بخونم. مگه من مولام برم قرآن بخونم؟ من تاجر، من مهندس، من دکتر، کسر شأنه برای من که من برم قرآن یاد بگیرم. برای من زشته که من برم بشینم پیش یک بچه‌ای در یک کلاسی قرآن خوندن یاد بگیرم. من برم در مسجد کنار فلان فقیر و فلان مسکین و فلان بدبخت و بیچاره‌ای که لباساشون بو میده فلان و فلان و فلان و فلان، و برم اونجا سر خم کنم نماز بخونم که چی بشه؟ فلانی که این همه نماز خون به کجا رسید؟ این تکبر، این غرور، ولی اینکه طرف ادعای اسلام هم بکنه، بگم من بچه مسلمانم، این اسلامش همونه، به ابلیس فرقش با این چیه؟ این دو تا فرقی با هم ندارن. اصلا عمل بدون قول، بدون عمل، قول بدون عمل هیچ ارزشی نداره. تا وقت انسان فقط حرف بزنه، 200 گفته چون نیم کردار نیست. به عمل کار برایت، به سخنرانی و سخندانی نیست. اینه که من فقط حرف بزنه ادعا بکنه. ایمان بدون عمل، کسی که هیچ عملی نمیکنه، یک ایمان ابلیسی است. اونم همین رو قبول داشت، همین رو قبول داره دیگه. دقیقاً. اون که خبر داره، همه قیامت هم خبر داشت، همه چی رو خبر داشت، بیشتر از ما. ایمان اون به الله تعالی، اون با چشم سر داشت میدید، بهشت رو داشت میدید، دوزخ داشت میدید. چرا اصلا نمیذاره ما بریم بهشت؟ یعنی از عبادت زیاد وقتی که در صف ملائکه قرار گرفته دیگه اصلا چرا شیطان نمیذاره انسان بره بهشت؟ چون میدونه بهشت رو خبر داره که بهشتی هست. چرا سعی میکنه بندازتش دوزخ؟ چون دیده بهشت رو دیده، دوزخ رو دیده، فرشتگان رو دیده، کتاب‌های آسمانی رو دیده، تمام انبیاء قبل از ما رو دیده. اون چیزی که برای ما غیبه برای شیطان از غیب نیست.
اون چیزی که ما بهش میگیم غیب ندیدیم ایمان میاریم، رسول الله رو ما ندیدیم، ما نزول قرآن رو ندیدیم، ما فرشته ها جبرائیل و میکائیل رو ندیدیم. اون که هر روز پیش جبرائیل و میکائیل بود، داشت میدید، تو صف اونها بود، الله تعالی میگه با اونها بود. الان این گروهی که اصلا عمل نمیکنن، اینایی که اصلا عمل ندارن، حکایتشون اینه. اونایی که عمل دارن، اونایی که عمل دارن، اینایی که عمل ندارن که چی؟ اینا که ایمان ابلیسی بوده. اینایی که عمل ندارن، که اونایی که عمل ندارن اگر ایمان هم ندارن، اونا که اصلا مطلقاً کافرن. اونایی که میگن ما عمل داریم، ایمان داریم، عمل نمیکنن، اینا هم کافرن. رسول صلی الله علیه و سلم چی فرمود درباره تارک نماز؟ کسی که نماز نمیخونه چی فرمود؟ فرق بین اسلام و کفر نماز، ترک نماز است. فمن ترکها فقط کفر. کسی که نماز نمیخونه کافر شد، تمام دیگه. خلاص تعارف نداره دین با کسی در طول زندگی نماز نخونه، کجاش اسلامه؟ چیش اسلامه اصلا اینا؟ چیش اسلامه وقتی حاضر نیست نماز بخونه؟ من میگم مسلمانم. چی تو مسلمانم؟ فرق تو به کافر چیه؟ کسی که نماز نمیخونه روزه هم نمیگیره، زکات هم نمیده، اصلا دیگه این براش هیچ مهم نیست. ابلیس با عدم یک سجده تمام این خاری و ذلت نصیبش میشه. این که هر روز چندین سجده رو، این حداقل روزانه 34 سجده روزانه ترک میکنه. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني